السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دومو بفرمایید. بهت خصوصا که شوکتی هم صحبت شده. راستی گپ ما همشهر وقتی ما مکتب خوندیم درباره بسیار شنیدگی. امروز سینما قریب به 30 رسید، ولی از دین به حد دور. نه علم دینی، نه فهمیش دین ندارم، لیکن از خدا بسیار میترسم. همین وقتی رولик های شما یا رولик های دیگر دانلود رو میبینم، گناه هایم به سرم میزند. از گناه های کردم به حد پشیمان میشم. دانلود راستی گپ قریب 1 سال نیتی 5 وقته نماز خواندن دارم، لیکن نمیدونم با کدام سبب این یا اون یگان چی سبب میشد، یا با بامداد خسته نمیتونم، یا یگان دیگه یگان مشکلاتی پیدا میشد که به نماز نمیخیزم. برای همین از همه سوال یکم همین برای 5 وقته نماز خواندن، برای به دین قوی شدن چی کار کنم؟ این یکمش. دویمش همین که وقتی که خانه‌دار شدنی بودم تاجیکستان رفتم. خودتان میدونید در شهر ما وقتای آخر دختری سالم یافتن به حد قین، و وقتی که دختر میگفتم به خدا وعده داده بودم که در دلم وعده داده بودم که خداوند اگر که به من همین دختر با همین خصلت ها به من رسد، من از همه کارهای فحشم دست میکشم. و همین خیلی هم شد. وقتی که دختری که من میخواستم و اون را یافتم، از زنا هم، از عرق هم، دیگر و دیگر هم، از همه چیز دست کشیدم. اما لیکن دوستانی که با من دوستی میکردن، وقتی که در یگان چایخانه یا یگان شب نشینی میشینیم، این را به چی؟ با اون پرتافتن همه کارهای فحش را به اون میرسونن که تو گویا از زنت میترسی. و به من مصلحت دید که با این دوستانم حاضرم که وقتی چایخانه میایم من عرق نمی نوشم، یگان کاری یا غیبت دیگه نمی کنم، فقط آنها رو میگویم که غیبت نکنید و گپ های دینی را میزنم. آنها با من صحبتشون پیشینه برینی. برای همین چی مصلحت میدید؟ اگر آنها در چایخانه عرق میخورده باشند، شما با اون مجلس اشتراک نکنید. در دسترخانه که در اون عرق نوشیده میشد، آدمی همونجا نشستگی هم به اون گناه خوش میشه، همراه میشه. و شما موقتا از آنها، از آدم‌هایی که شما رو به گناه میکشد، هم صحبتی بعد، این سبب دوزخ در آمدن آدم است. یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، ای وای بر حال من، کاش فلانی را دوست نمیگرفتم. یا لیتنی اتخذت الرسول خلیلا، کاش من رسول پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می‌داشتم. این درباره یک کافر مکه آمد، اول مسلمان شده بود، بعد با اون دوستای کنش به تو چی شد؟ گفته دعوت کردن که آنها را قبول کرد. بنابراین روز قیامت یوم یعض الظالم علی یدیه، الله تعالی میگه روزی است که ظالم دو دستانش را میگزد، یعنی از پشیمانی انگشتاش میگزیده است. میگفت است که یا لیتنی یا ویلتا، ای وای بر حال من، برای چی فلانی دوست گرفتم برای خودش، اوبیه، برای چی من اوبای که دوستی کردم. یا لیتنی، ای کاش که من با رسول صلی الله علیه و سلم دوستی میکردم. ببینید سبب دوزخ رفتنش از همون دوستش دانست. بنابراین هم نشستی بعد آدم به دوزخ میبرد، هم نشستی نیک آدم به جنت میبرد. هم نشستای تغییر میدید مدتا موقتا. بعد اون هم نشستا میداند که شما به اون مجلس ها اشتراک نمیکنید، اگر شما در نزد اونها قدر و قیمت داشته باشید. بعد مثلا من همسنفای من تکلیف میکردم به چای خونه، لیکن نه عرق نه هیچی، با یک احترام تکلیف میکردم. لیکن بعد اینکه میدونستن که من نمیرم به مجلس های نادرستی آنها،
گاه ها همین خیلی میشد. بنابراین علاقه میکنید، یعنی اگر خواهید که شما حیاتتون رو تغییر دهید، الله تعالی مود که شما الله تعالی حیات شما رو تغییر نمیدهد تا مادامی که خودتون تغییر ندهید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا خودتون رو تغییر ندهید الله تعالی به شما کاردار نمیشه. یعنی شما باید عزم کنید، اراده مستحکم کنید، به پیشتون مقصد مانید، بعد یحکم کار از گذشته ها توبه میکنید و کلمه میگردانید. چون احتمال است که یگان کاری کفر کرده، یگان سخنی کفر گفتید. به هر حال اگر آدم مسلمان باشدم کلمه گرداندن خوب است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و آمنوا بالله، ای آنهایی که ایمان آوردید به الله تعالی ایمان بیارید. بعضی مفسران ممکن اینه که هر روز تجدید کلمه کنید. خودش در نمازها هم تجدید میکنیم، کلمه میگردانیم، لیکن با خوب است که آدم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفت پیش از دعاش، برای آنکه اگر رفت تو یگان سخنی کفر، یگان عملی کفر از او صادر شده باشد هم، الاسلام یجب ما قبله، اسلام پیش از خودش عفو میکند، یعنی پیشین گناهاتون بخشیده میشد. بنابراین حق آدم های بینید کسی را ظلم کردید، کسی را حقش خوردید، اونای برگردانید، توبه به گناه کنید، پشیمان کنید و نیت کرده شروع کنید. این چون از الله تعالی یاری پرسید. بعد خوابتون برده ماند به نماز، بعد اینکه از خواب خستید در حال خسته خوانید، حق خوابم برده ماند نپرتایید، یعنی بردوام کنید. انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم. یک آدم ظالم خلقش ویران، گروبی آدمی، اذیت دهنده مردم، میخواهد که آدمی خوب شود، ملایم شود، اخلاقش نیک باشد. انما العلم بالتعلم، علم با تعلیم گرفتن آدم علم میگیرد. یعنی میخوانید، تکرار میکنید، حفظ میکنید، گوش میکنید، آهسته آهسته علم دار میشید. حلم هم همین خیلی گفتم، حلم ملایمی، رفتاری نیکه با عادت کردن. یعنی یا آدم غضبتون میبیارد صبر میکنید، حرکت نه، چهره گشاد کتی معامله کنید و گپی نازگوید به جای گپی گنده. یا گپی گنده گفتنی شدید، صبر کردید و به جاش یک گپی نازه گفتید، نتیجه نیک میتید. همین خیلی آدم عادت میکنه. یعنی دینداری هم با آهسته آهسته عمل کردن میشه. کروگتون رو نو کنید، مسجد روید، علم گوش کنید، صحبت ها رو گوش کنید، آهسته آهسته انشالله نازم میشید. الله تعالی هدایت کند و موفق گرداند. برادر عزیز سلامت باشید.